خب سلام دوستان، با آموزش فروش نایت کوین خدمتتون رسیدم. امروز ویدیو متفاوته، با اینکه نایت کوین توی صرافی مختلفی لیست شده و خبرش هم پخش شده همه جا، قیمتش هم واقعا پامپ داشته. امروز براتون یه ویدیو ضبط کردم با عنوان آموزش فروش نایت کوین. خب همین اول کار سریع بریم سراغ آموزش بدون اینکه معطلی داشته باشیم. خب این اولی کاریم، توی رباتش وارد میشیم، قسمت کلایم بهشون میزنیم، منتظر این صفحه برام باز بشه. تو این صفحه‌ای که باید باز بشه، برای اون افرادی که هنوز ولتشون رو کانکت نکردن، میایم کانکت ولت میزنیم، یکی از این کیپر رو انتخاب میکنیم که من تان کیپر رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم. این صفحه که باز بشه، منتظر اون صفحه ولت هم باز بشه. این صفحه میاد بالا، روی کانکت ولت میزنم که ربات با ولتم کانکت بشه که بتونم ویدرو با موفقیت انجام شد. اینجا اگه دقت کنید دان زد، یعنی ولتم بس شد. حالا میام توی قسمت برداشتش، روی بالا کلیک میکنم که بتونم برداشت کنم. خب آنچین رو میزنم و در ادامه کانتینیو رو میزنم. صفحه بیاد بعدی میاد برامون باز میشه. 300 تا نات کارمزدیه که برای برداشت ازمون میگیره. کانفیرم اند سند رو میزنیم. بعد اینکه کلیک کنیم گفته تا 24 ساعت طول میکشه که این براتون واریزی انجام بشه. حالا اگه دقت کنید برا من اینجا واریزیش به سریع انجام شد، 26974 تا برام واریز شد. میرم توی قسمت بعدی و سند رو میزنم که وارد یه صرافیش کنم که برا من پشتیبانی داشته باشه. خب میام توی اوکی اکسچنج هم، اینجا توی قسمت کیف پول نات رو سیش میکنم که نات کوین رو برام بیاره، روش کلیک میکنم و اون بسترش یا اون آدرس کیف پولش کپی میکنم. اینجا باید بسترش رو تون انتخاب کنم، از قسمت پایین بر بستر تون هستش. خب برای درافتش کلیک میکنیم، اینجا که آدرس کیف پول برامون میسازه. خب اینجا گفته ممو یا همون تگی که پایین اجباریه، پس تو قسمت کامنتی که توی کیف پول هست باید کپیش کنیم. اینجا آدرس رو کپی میکنیم، میریم توی قسمت آدرس پیستش میکنیم و توی قسمت کامنت باید اون ممویی که اونجا تو کیف پول هست رو کپیش کنیم و پیستش کنیم، چون گفته بود اجباریه. اینجا پیستش میکنیم و کانتینیو رو میزنیم و منتظر اونی که برای صرافیمون واریز بشه که بتونیم بفروشیمش. خب اینجا میاد مقداری که میخوایم به حساب برداشت کنیم انتخاب میکنیم که مکس رو میزنیم و در ادامه کانتینیو رو میزنیم. خب اینجا کانفیرم اند سند رو میزنیم، همینطور که دقت که یه فی داشت که ناچیز بود. در ادامه اینجا یه ارور کوچیکی داد. خب یه بار دیگه کانفیرم رو میزنیم ببینیم چی میگه. خب اینجا دان زد، با موفقیت تونستیم برداشت کنیم. اینجا هم در حال سنت شده و به حساب اون اوکی اکسچنج واریز شد. میایم اینجا ببینیم آیا واریز شده یا نه. خب همینجور که دقت میکنید آره واریز شد، مبلغ 21,400,000 تومان به حساب واریز شد. حالا میایم مستقیم بفروشیمش و به ریال تبدیل کنیم. توصیه میکنم همین اول بفروشین، چون در ادامه قطعا همه کاربرا میفروشن و قیمتش قطعا دام خواهد داشت. خب اینجا توی قسمت اسم ارز ناتو سرچ میکنیم و اسمشو میاریم. در قسمت فروش هر دفعه فروش میتونیم بیشترین مقدار 10 میلیون تومان بفروشیم، پس مجبوریم توی 3 قسمت اونو بفروشیم. تو قسمت اول 12,000 تا خورده ای نات کوین انتخاب کردیم، شد 9,900,000. مرحله اول فروش انجام شد. خب میریم مرحله دوم هم بفروشیم و توی 3 مرحله به صورت مکرر باید این انجام بشه که بتونیم به صورت کامل اون 26,000 نات کوین رو بفروشیم، چون اوکی اکسچنج محدودیتی که داره تا 10 میلیون تومان بیشتر نمیتونیم بفروشیم و توی 3 مرحله انجام میشه این فروشش. خب رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید و نات کوینایی که داشته باشین رو بتونید بفروشین به این راحتی. اگه چنل رو سابسکرایب ندارین، همین الان توصیه میکنم چنل رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله بغلش هم فعال کنید که بعد اینکه ویدیو جدید آپلود کنیم براتون ناتیف بیاد و بتونید استفاده کنید. مرسی، خداحافظ.